دوستان عزیز این تصویر ببینید، سعی کنید اونجا پشتو خان نوشته کرده. این تصویرم 4 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، 2019 بود یا 18 بود، 19 بود فکر کنم. این در بامیان گرفته شده. یک شخص از پاکستان است، از پشتونای پاکستان. مردم هزار جاهل و نادان و بیعقل فهمیدی تظاهرات کرده. در کجا؟ در پیش تندیس سلسال شما آمد در بامیان و جای امو کسایی که فهمیدی امی تندیس سلسال شما مرا در 2001 خراب کرده، آثار تاریخی مردم هزاره را، یا هزارها جاهل گرفته عکس دشمنی امی تندیس را روبروی امو تندیس گرفته بلند کرده، فهمیدی ازش دادخواهی میکنه. شما جاهلتر از مردم هزاره در تاریخ پیدا میکنید. شاید خیلی هزارها بدش به از کلماتی که من استفاده میکنم. کدوم پشتون یک روز آمده دادخواهی است کرده؟ هزاره خودت در پاکستان ما رو پاکستانی میگی، دلخور